سلام مجدد خدمت همراهان عزیز. همونطور که قول دادیم هر هفته ما یک تحلیل هفتگی از اونس جهانی طلا داشته باشیم. البته اگر از یوتیوب این ویدیو رو مشاهده میکنید حتما کانال ما رو ساب کنید و لایک و کامنت، یا اگر از اینستاگرام اینو مشاهده میکنید که حمایت هم یادتون نره. خب در تایم 4 ساعته طلا کلن روند تا دلت بخواد سعودی بوده، یعنی از چندین روز قبل همینطور داشت سقف ها و کلن عددهای جدید رو میزد که آخرین عددی که به ما داده طلا تا امروز که شنبه است تقریبا 26.85 رو زده که یک سقف تاریخی در اونس جهانی طلا است. خب از این تایم فهمیدیم که کلا روند ما فعلا سعودیه. چند تایم فریم بریم پایین تر، در تایم 1 ساعته اگه دقت کنی در یک کانال در حال حرکت بوده اونس جهانی که میتونستیم ما در کف و سقف ها معامله کنیم که قشنگ با الگوی قیچی داشت پیش میرفت طلا. به همین صورت ما از این نواحی میتونستیم استفاده کنیم. قشنگ داره با این نواحی بازی میکنه طلا. اگه اینا رو ما از قبل در این تایم فریم ها مشخص کنیم خیلی میشه معامله کرد با اینا و خیلی میتونستیم با اینا پوزیشن بگیریم. البته که داریم میبینیم که کف و سقف های بالاتر از همو داره میزنه. در تایم 30 دقیقه اگه نگاه کنیم اینجا رو من یه چند روز میرم عقب‌تر، اینو یه خورده بزرگتر کنیم. خب چند روز عقب که بریم، اگر در این روز ما میخواستیم معامله کنیم فقط دنبال معاملات تا بای میگردیم، چون روند کلی ما اولا در یک کانال سعودیه و داره کف و سقف های بالاتر رو میزنه. کلا نه کفی شکسته نه پول بکی داریم و همینطور داریم اعداد بالا رو میبینیم. اینجا سطوح پس از شکست همیشه در حال پول بک زدن به اینا هستن و دنبال معاملاتی که بای بگیریم برگ برنده ماست. خب اینجا که میبینید ابتدا در این کانال بوده، یعنی در این کانال هم خط بالایی با این یک کانال بود. سپس ما در دوره خودمون قشنگ اینو توضیح دادیم که چجوری دوتا کانال بکشیم و با اونا معامله کنیم. خب اگر خارج شد از کانال مثل اینجا، اگر اینو دقت کنید از کانال خارج شد ولی حین خروج از کانال به یک بیسی برخورده، اینجا بیسی که ما داشتیم، پس دوباره یک خط دومی براش میکشیم و دو تا خط که هنگام خروج از این کانال ما به فکر معاملات سل هستیم. یه تایم فریم پایین تر بریم، تایم 15 رو بزنیم. خب اینجا 2-3 روز قبل یعنی جمعه، پنجشنبه و چهارشنبه، این جمعه است، پنجشنبه و خب چهارشنبه رو چک کنیم. هیچی از قبل من آماده نکردم و گفتم با هم اینا رو تحلیل کنیم. از قبل فهمیدیم که روند ما کاملا سعودیه. اینجا یک بیس داریم، اینو کشیدیم. خب موقعی که رسیده و اینجا به سقف کانال برخورد کرده به صورت فرسایشی اومده و کجا رسیده؟ به بیسی که اینجا کشیدیم. پس اینجا با تاییدیه که با این تاییدیه پرمومنتوم کندل قوی که زده اینجا، اگه بای میگرفتم قشنگ میتونستیم در روز چهارشنبه این بایو از بازار بگیریم و همچنان دوباره برگشته، دوباره یک پین بار، یک کندل و پوزیشن دومی. با همین تشخیص بیس معتبر ما میتونستیم در روز چهارشنبه 2-3 تا معامله، البته برای بای چون روند کلیمون بای هست، روند کلیمون سعودی هست و دنبال پوزیشن های بای بگردیم و همینطور اگه روند کلیمون نزولیه دنبال پوزیشن های سل. خب در روز پنجشنبه که میایم این بیس رو امتداد میدیم. اینجا موقعی که از این کانال اولیه ماست، اگه امتدادش بدیم اینجوری تقریبا میشه. خب
اینجا کانال شکسته میشه، ولی به این بیس رسید. گفتیم موقعی که کانال شکسته بشه باید جلوش رو نگاه کنیم. اگر بیس معتبری باشه ما اون بیس رو مد نظر میگیریم و احتمال ریجکت شدن روند خیلی زیاده که اینجا اتفاق افتاده. از کانال خارج شد، سپس به یک بیسی که اینجا معتبره رسیده و ریجکت شده رفته بالا. اینجا با این بیسمون، با این پینبار قوی، کلا نقدینگی وارد بازار شده که تقریبا ساعت 17 که همون هلوش باز شدن بورس آمریکاست. ما با این تاییدی ها میتونیم معامله کنیم. خب من میخوام برم روز جمعه تایم فریم یک خورده پایین تر کنم که بهت بگم چجوری روز جمعه رو معامله کردیم. خب من میرم تایم 5 دقیقه روز جمعه. این رنگو که میبینید سشن نیویورک. خب ما اینجا بیشتر معامله میکنیم. میای که اینجا اول اینو بهت بگم که اول رو تایم 30 دقیقه یه چیزی بهت بگم. خب اینجا اگه دقت کنی آخرین کف ما تقریبا شکسته شده است. برای همین ما به صورت اسکلپ مجازیم سل بگیریم. کجا شکسته شده؟ ما اینجا یک کف شکسته شده داریم. دقیقا ما اینجا یک کفمون شکسته شده و هر برگشتی حکم پول بک رو داره. مجددا اینجا کفمون شکسته شده و اینجا سقف‌های پایین تر میزد. برای همین ما مجازیم اسکلپ سل بزنیم. خب تایم 5 دقیقه بریم. روز جمعه اگه دقت کنیم اینجا میتونستیم یک MTR به این صورت، یک MTR خوب، چون گفتیم مجازیم اسکلپ بزنیم چون داشت کفهای پایین تر میزد و سقفهای پایین تر. البته تو پست اینستاگرامی توضیح دادیم که این ریزش چجوری در برخورد سوم گرفتیم. حتما پست اینستاگرامی ما رو ببینید. اینجا ما مجاز بودیم که به صورت اسکلپ از اینجا با شکست و پول بک داخلی که داشت اینجا ما سل بگیریم. خب در تایم 5 دقیقه و میتونست ریوارد تقریبا 5 یا 4 رو به همین راحتی بده. ریوارد 2 رو بگیری تو این پوزیشن ها، این شاهکار کردی. اینجا اگه دقت کنیم ما اینو قشنگ در پست اینستاگرامی توضیح دادیم که اینا کف هایی که اینجا برابر زده یک تاییدیه برای فروش خرید ماست. خب یعنی بای ماست. اینجا یک کف بالاتر از کف قبلی، یعنی اگه من اینا رو به هم وصل کنم خب یه خورده با شیب ملایم رفتم بالا. اینجا سپس یک پینبار قشنگ داد و یک کندل تاییدیه. اینجا اوکی داد که ما پس از بستن این کندل تا این شادو، نوک این شادو، ما میتونستیم بای بگیریم و به همین سادگی ریوارد 2 رو از بازار بگیریم. ریوارد 2 از نظر من بهترین ریوارد تو اونس جهانی طلاست، چون هم ریسکش کمه هم سودش قابل قبوله. مثلا این پوزیشن رو میگرفتیم ما 92 پیپو به همین راحتی میگرفتیم. پس اول گفتیم که باید روند رو تشخیص بدیم که صعودیه یا نزولیه و سپس دنبال شکست ها و دنبال کف و سقف های جدیدی که میزد باید اونا رو مد نظر داشته باشیم. مثلا ما اینجا اومدیم کانال مشخص کردیم، سپس نواحی مهمی که داشت گفتیم موقعی که به این نواحی برسه چه واکنشی میده، در این نواحی میتونستیم بای بگیریم و هر چی جلوتر رفتیم تایم ما کوچیکتر و کوچیکتر شد تا میتونستیم اینا رو به صورت اسکلپ بزنیم. پس یادتون باشه که روز دوشنبه موقعی که بازار باز میشه احتمال این که خیلی زیاد با گپ مثبت یعنی اونس جهانی طلا باز بشه به خاطر اتفاقاتی که در خاورمیانه اتفاق افتاد، به خاطر تروری که در لبنان اتفاق افتاد، ممکنه اینکه طلا با گپ مثبت باز بشه خیلی زیاده. یادتون نره که اونس جهانی طلا خیلی تحت تاثیر اتفاقات مهم جهان هست. امکان داره که طلا با این که داشت کف‌ها رو میشکست دوباره رشد قابل قبولی رو بزنه. پس حتما روز دوشنبه این موضوع مد نظر داشته باشید که الکی پوزیشن سل یا بای نزنیم که وارد ضرر بشیم.